سلام بیننده های عزیز شبکه جهانی معراج و اکادمی معراج، خوش آمدید. جلسه 11 مضمون تاریخ است، کتاب صنف 10. عزیزان، در جلسه قبلی ما در مورد کیداری ها یا کوچانی های کوچک خواندیم، بعد هم حکومت یفتالی ها و باز بحثی را آغاز کردیم به نام مدنیت های اولیه جهان که چگونه مدنیت های بودن، چرا به وجود آمدن. بیشتر در مورد همین صحبت میکنیم. خصوصیات مدنیت های اولیه چی بود؟ در کل مدنیت های اولیه 4 خصوصیت عمده داشتند. مدنیت های اولیه 4 خصوصیت از اینها. یک انقلاب شهری بود. وقتی کلمه انقلاب به کار میبرم حتما بس آشوب و هرج و مرج و قیام و جنگ نیست. انقلاب یعنی یک حادثه که زود رخ بده یا زود دیگر از او پیروی بکنن، به او میگن، یعنی استفاده کردن میتونیم انقلاب. لغوی نگفتم، در بحث تاریخ گفتم. دیگه خصوصیت دیگه از اینها ساختارهای، یعنی پیرامون هر کدام از اینا صحبت میکنیم. ساختارهای نظامی و سیاسی. بحث بعدی ساختارهای اجتماعی هست یا اقتصادی. اقتصادی و اجتماعی. و بحث آخر هم بحث تشکیلات هست. منظور از تشکیلات دینی و اداری. خب انقلاب شهری چیست؟ 3000 سال قبل از میلاد انسان ها شهر شناختن. شهر بشناختن و خود اینا بساختن. شهر شناختن و بساختن. یعنی چی؟ یعنی همون زندگی های کوچی و زندگی هایی که از یک مکان به مکان دیگه، از یک مکان به مکان دیگه می رفتن، او ترک کردن، دیگه او حالت نداشتن و شهر ساختن. جدا شدن از زراعت و مالداری از یک زندگی دائمی یک انقلابی. جدا شدن زندگی مالداری و کوچی از زندگی دائمی و سکونتگاه های دائمی میتونه یک انقلابی باشه و به همون خاطر به این میگن انقلاب شهری. و شهرها مراکز اصلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بودن. یعنی در هر آن اتفاق در شهر رخ میداد. همیالی هم همونطور هست. یعنی شهر مکان اصلی خبر هست و باز اطراف چون دور هستن تحت شعاع از اون حادثات دیرتر قرار میگیرن. و همین تغییراتی که در گذشته اتفاق میافتاد و زود شهرها به وجود میآیند، خب به این میگن انقلاب شهری. ساختارهای نظامی و سیاسی چگونه بود؟ همزمان با ایجاد یک شهر خب بحث نظام و سیاست و ادارات و واحدهای اداری هم شکل میگیره، چون یک شهر نیازمند سرباز هست، نیرو هست تا بتونه هم فعالیت‌های اقتصادی را انجام بده، هم بتونه. منظور از سرباز این نیست که تنها در بحث نظام استفاده شه، منظور هم کارمندهای اداری که در های سیاسی باز میتونستن کار دیگه مردم رشد بدن، یا تاجرینی که در خودمو کشور بحث های اقتصادی دنبال میکنن و پول به گردش مندازن، واحدهای سیاسی به وجود میارن خود مردم. این بحث بعد از تشکیل شهر نظام و سیاست و اقتصاد هست که باید رشد بکنه. بعدا ساختارهای اجتماعی هست یا ساختارهای اقتصادی که یک هرم قدرتی در گذشته شکل میگرفته. چه قسم یک هرم قدرت؟ ببینیم پادشاه بود مثلا. اگر این تحت یک هرم نمایش بدم خیلی بهترتر میتونیم یاد بگیریم. یا اگر هرم قدرتی باشه به این قسمت پادشاه بود. و در بعض یک تناقضی هست اینجی، بعضی جاها امو عالی ترین مرتبه یا رتبه بحث دینی یا مذهبی دیش یا امو کائنان دیشتن، در بعضی از مکانها باز پادشاه داشت. به او خاطر سوء تفاهم نشد. بعضی جاها کائنان در رأس هرم بودن، در بعضی از قسمت های زمین یا مدنیت های گذشته پادشاه در رأس بود. خب بعد کائنان یا مبلغین دین، بعد وزیران و درباریان، بعد همون سربازان و تاجران و این قسمت رعیت بود، مردم عام. این قسمت دیگه آخرین قسمت یک
هرم غلامان. این شکل یک هرم داره و در رأس فیودال ها بودن، یا که به اینا فیودال هم میگن، پادشاهان، کاهنان، وزیران و درباریان، سربازان و تاجران و بالاخره بحث غلامان. تشکیلات دینی چه قسم بود؟ ساختارهای دینی در مدنیت‌های اولیه خیلی روی قدرت و سیاست خیلی ارزش داشت. بحثی که قبلا گفتم، بیشتر همین تصمیمات پادشاه از نظریات کاهنان بود و از او استفاده می‌کردن. خب پس روحانیون خیلی ارزش داشتن در مدنیت‌های قبلی. و اما بیاین با هم دیگر بعضی از تمدن‌های جهان به صورت نمونه با خصوصیات از اونها بخوانیم. تمدن اولی تمدن بین‌النهرین هست. چرا ما اول شروع کردیم از بین‌النهرین؟ کم تمدن به سطح زمین تشکیل شده از لحاظ تاریخی در گذشته. قدیمی ترین تمدن بین النهرین شناخته شده. از طرف مورخین گفته میشه که قدیمی ترین تمدن بین النهرین یا مدنیت بین النهرین هست. مناطق بین دو رود دجله و فرات به نام بین النهرین میگفتن که امروز به نام عراق یاد میشه. این اگر دجله بگین، این فرات بگین، سرزمین هایی که در این قسمت ها آباد شدن به نام عراق امروزی و در گذشته به نام بین النهرین یاد می شدن و قدیمی ترین مدنیت در این قسمت شکل می گرفت. همیشه معمول هست که مدنیت در کنار کدام دریا یا رود شکل می گیره. از می افغانستان گرفته که مدنیت هایی که آریایی ها در کنار بوختی یا در بلخ شکل گرفت دریای آمو بود. مدنیت هایی که در مصر شکل می گیره به خاطر رود نیل هست. مدنیت هایی که در قسمت بین النهرین شکل گرفت به خاطر رودهای دجله و فرات هست. مدنیت هایی که در هند به نام موهنجودارو و هراپه شکل میگیره به خاطر دریای سند و گنگاست. یعنی دریا عامل اصلی تشکیل تمدن هاست، چون افراد زیادی به دور از او جمع میشن به خاطر بحث آب و باز مدنیت شکل میدن. به نظر مورخین طوفان نوح علیه السلام هم در همین قسمت بین النهرین اتفاق افتاده. حادثه نوح به قدیمی ترین محلی که در این قسمت شناخته شده تل حسونا نام داره. باز تل حسونا قدیمی ترین محل بین النهرین که شناخته شده تل حسونا است. تصاویری که میبینیم مجسمه هایی است که از اون زمان باقی مانده و باز در موزیم ها نگهداری میشه. تمدن بین النهرین ادامه میدیم. ببینین هر شهر بین النهرین یک تمدن ایجاد کرد یا ساخت. ببینین شهرهای بین النهرین اگر نام ببریم سومر هست، آکاد، آشور، بابل. هر کدوم از این شهرها مشهور است به اون نوع مدنیت یا تمدنی که در اونجا شکل گرفته. تمدن بزرگی ابتدا در سومر شکل گرفت به نام سومریان. سومریان که در شهر سومر این شکل گرفت و وضع سیاسی او زمان، یعنی در شهر سومریان قسمی بود که کاهنان بزرگ به نام هنسی میگفتن یا هنسی، که اینها باز امی کشور اداره میکردن، از لحاظ سیاسی کشور را اداره میکردن. در زمان سومریان حاکمیت مرکزی وجود نداشت که ما بگیم مثلا این قسمت پایتخت بود، قسمت نه، هر کس به یک جای به خود حکومتی ساخته بود. و در سال 2400 قبل از میلاد باز آکودی ها می آین و باز سومری ها شکست میدن و تمدن یا مدنیت خود را می سازن. اولین حاکم آکودی ها سارگون نام داشت که محدودیت حکومت خود از شمال تا بین النهرین تا شمال بین النهرین رسونده بود و از شمال بین النهرین و بالاخره تا خلیج فارس هم حکومت میکرد و به همون خاطر در تاریخ هم خیلی مشهور است سارگون. آکودی ها بعد از 2 قرن حکومت توسط گوتی ها از بین برده شدن و گوتی ها 1 قرن حکومت کردن و باز توسط سومری ها و یا بازمانده های سومری ها از بین برده شدن. بعد از مدت سومری ها و آکودی ها یعنی بازمانده های از اونها با هم متحد میشن و حکومت بزرگی تحت نام هور میسازن. هور توسط ایلامی ها، یعنی یکی از خانواده های ایرانی، یکی از خانواده های پای 3 یا پای 2 ای خانواده یا ای حکومت را از بین میبرن. پای 3 و پای 2 یعنی چی؟ یک قدرت های درجه 1 داریم، قدرت های درجه 2، قدرت های درجه 3. درجه 2 ها و درجه 3 ها خادمین قدرت های درجه 1 بودن یا به قدرت های درجه 1 مالیه میدادن از ترس.
این خو ایلامی هم یک خانواده درجه 2 و درجه 3 بودند که باز حکومت هور که تشکیل شده سومری ها و اکودی ها بود از بین بردند. در قرن 19 قبل از میلاد حکومت بابلی ها در شهر بابل شروع میشه و 3 قرن هم دوام میکنه حکومت بابلی ها. حکومت بابلی ها خیلی مشهور است و در مورد از او در تاریخ کتاب های تاریخ خیلی اطلاعات آمده و حکمران مشهور همی بابلی ها حمورابی بود. یکی از دلایلی که تاریخ نویسان میگن حکومت بابلی ها مشهور شد همی پادشاه اینا که حمورابی نام داشت بود. چون حمورابی خیلی قوانین جالبی داشت و خود از قانون ساخت، حکومت مرکزی به وجود آورد، شهرها را آباد کرد، پایتخت خود شهر بابل کرد و سیستم های منظم آبیاری به وجود آورد، حوضهای ساخت در وسط شهرها، یعنی در کل کارهای تأسیساتی کرد. به او خاطر بیشتر در کتاب های تاریخ از می تمدن بین النهرین بابلی ها یاد شده و در مورد بابلی ها اطلاعات داده. با مرگ حمورابی شورش هم آغاز میشه و بابلی هم از بین میرن. وقتی میگم از بین میرن مطلق از بین نمیرن، یک سای کوچک باز اختیار میکنن باقی مانده های از اونها. قانون های گفتم خود حمورابی قانون ساخت که در مورد کشور باید از او اطاعت بشه. ببینیم به صلاح قوانین حمورابی این قسم هست که اگر کسی فردی به قتل متهم میکنه و او ثابت کردن نتونه، اتهام کننده باید به قتل برسه، چون آبروی یکی دیگر خدشه‌دار کرده. اگر کسی به غلام فراری پناه میده باید کشته شه. اگر کسی غلام دیگر میکشه در بدل از او باید یک غلام بده. اگر یک فرد آزاد دیگر میکشه در بدل از او باید جریمه نقدی پرداخت کنه. و اگر فرد بابولیر میکشه باید 60 دوره بزنن. یعنی اگر دو فرد آزادی که یکی از دیگه کشور هست که دیگر میکشه، خب این در جریمه نقدی داره. اما اگر فرد بابولیر کشت، یعنی از شهر بابل بود، دیگه باید 60 دوره بخوره. البته میخورد در اون زمان، حالا خب فعلا این قوانین نیه. خب باز یک تمدن دیگه در آشور به وجود آمد به نام تمدن آشوری که نخستین شاه از این هم سارگون نام داشت. این نام هم همرنگ هست در قرن 9 قبل از میلاد و تا سواحل مدیترانه هم حکومت از اینها رساند و مصر رم حتی بگرفت. آشوری ها مصر رم گرفتند. کلدانی ها بعد از آشوری ها به حکومت رسیدن که در یک قرن هم در بین النهرین حکومت کردند و در سال 539 قبل از میلاد هخامنشی ها حکمرانی کلدانی ها که مربوط به مدنیت بین النهرین بود از بین بردن و بخت نصر که پادشاه کلدانی ها بود او را هم کشتن و به این ترتیب حکومت بین النهرین کامل ختم شد. بعد از هخامنشی ها باز ساسانی ها گرفتن بین النهرین. بعد از ساسانی ها باز در قرن 7 میلادی مسلمان ها. ببینیم کلدانی ها بودن مربوط به مدنیت بین النهرین. خب کی اینا را از بین برد؟ هخامنشی ها. کی هخامنشی ها را از بین برد؟ ساسانی ها. کی ساسانی ها را از بین برد؟ مسلمان ها. کامل همین قسم یک قدرت بعد از قدرت دیگه از بین رفت. در قرن 7 میلادی مسلمان ها بین النهرین گرفتن. خود آزمایی داریم. مدنیت بین النهرین ختم شد. البته پیرامون از او بیشتر هم میخوانیم به جلسات بعدی. سوال اول 4 خصوصیت اصلی مدنیت های اولیه را نام ببرید. سوال دوم بین النهرین کدام شهر امروزی است یا کشور امروزی، چون در گذشته اصطلاح شهر استفاده میشد و چرا به این نام یاد میشود. سوال بعدی مهمترین حکومت هایی که در بین النهرین شکل گرفت را نام برده و بگویید بابلی ها چند قرن حکومت کردند. و سوال آخرین خانواده حاکم در بین النهرین قدیم کدام خانواده بود و در کدام قرن مسلمانان این کشور را تصرف کردند. 4 سوال مربوط به شما میتونید این سوالات را پاسخ بدین. و عزیزا بر علاوه خود تلویزیون جهانی معراج چینل یوتیوب هست که شما میتونید سر بزنین و جلسات رو داشته باشین. من نام معراج اکادمی و آیدی و کانال تلگرامی ما به خاطر ارتباط بیشتر و پذیرش
انتقادات، پیشنهادات و سوالات شما طرح شده و حتما از پیشنهادات و انتقادات شما به خاطر بهبود و کیفیت درسی در برنامه ها استفاده میشه. تا جلسه بعدی، ایام و روزگارتان خوش.